سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی که در پخش مستقیم تقدیم شما می شود. امروز 15 سپتامبر است و با جمع همکارانم این موضوع ها را به بررسی گرفته ایم. در همایشی نجات ارال در دوشنبه پرزیدنت ازبکستان خواست برای سنجش لایحه ساختمان کانال قوشتپه در افغانستان گروه کاری تأسیس داده شود. از بحث لفظی تا مشت و لگدکاری زناشویی گروهی مهاجران از آسیای مرکزی در کراسنogorsk ولایت مسکو 16 نفر را به شعبه پلیس برد. سپس نیزهای خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را به یاد خواهیم آورد که یک سال پیش باعث فوت 10 شهروندی هر دو جانب شده بود. سرسام شده آمده اینجا زندگی کنی و تنها میترسم. پرزیدنت ازبکستان در همایشی رهبران کشورهای اساسگذاران بنیاد نجات ارال در دوشنبه پیشنهاد کرده است که به منظور ساختمان کانال قوشتپه در افغانستان این کشور به مکالمه با دولت‌های آسیای مرکزی دعوت شود. به اعتقاد شوکت میرزیویف ساختمان این کانال و گرفتن تا 30% آب رودخانه آمو توازن استفاده از آب در منطقه را به کلی تغییر می‌دهد. صاحب نظران میگویند گرفتن آب رودخانه آمو از سوی افغانستان موضوع نجات بحر ارال را غیر امکان می سازد. جزئیات موضوع در گزارش نگاره فضل‌الدین و اسکندر فیروز. نشست نمایندگان تاجیکستان و 4 کشور دیگری آسیای مرکزی در دوشنبه. بحث اساسی بر سر آب و کم‌آبی است. پرزیدنت ازبکستان در همین جا گفت که اگر افغانستان کانال قوشتپه را در دریای آمو ساخته به کار درآورد، توازن استفاده آب در منطقه دیگر خواهد شد. خوب می‌دانید که جانب افغانستان ساختمان این کانال را فعالانه ادامه می‌دهد. با کار انداختن آن می‌تواند استفاده آب و توازن آن را در آسیای مرکزی ممکن است کاملا دیگر کند. با این نظریم که باید گروه کاری مشترک برای بررسی تمام پهلوهای طرح ساختمان کانال قوشتپه و تاثیر آن به نظام آبی در حوزه رودخانه آمو با استفاده از پژوهشگاه‌های کشورهای ما تأسیس داده شود. رئیس جمهور ازبکستان دعوت کرد که حاکمان حاضر افغانستان به گفتگوها در مسئله آبی منطقه جلب کرده شوند. رهبران کشورهای دیگری آسیای مرکزی واکنش نکردند. مولا عبدالغنی برادر اجرا کننده وظیفه معاون نخست وزیر حکومت طالبان بهار امسال گفت افغانستان آماده است طرح ساختمان قوشتپه را در اساس همدیگر فهمی با ازبکستان عملی کند. با باور متخصصان این کانال تا 30% آب دریای آمو را به شمال افغانستان روانه کرده، در عین زمان ازبکستان و ترکمنستان را به کمبود آب دچار خواهد کرد. پرویز مولاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید مشکل در ساختمان کانال قوشتپه نیست. مشکل در نظام قدیمی آبیاری در کشورهای آسیای مرکزی است. باید نظام آبیاری کاملا تغییر داده شده همه کشورها با آبیاری قطره‌ای گذرند. به این کار حل مشکلات کمبود آب در آسیای مرکزی و نجات بحر ارال غیر امکان است. کشورهای آسیای مرکزی بیش از 30 سال قبل موافقتنامه الماتا را امضا کرده سهم هر کشور منطقه را در تقسیم آب تنظیم کردند. طبق این سازش جانب افغانستان حق دارد از دریای آمو بیش از 1 میلیارد مکعب آب بگیرد، ولی با ساختمان کانال قوشتپه این کشور 20 میلیارد مکعب آب آمو را خواهد گرفت، چیزی که مشکل کم‌آبی را در آسیای مرکزی بیشتر و حساس خواهد کرد. ضمناً در دوشنبه نشست رهبران 5 کشور آسیای مرکزی که پیوسته به انحصار قدرت، فساد گسترده و نقض حقوق آدمان و سرکوب مخالفان تنقید می‌شوند به پایان رسید. ملاقات پنجگانه در پس منظر رویارویی هم پیمان‌های اصلی آنها مسکو و پکین با غرب صورت گرفت. موضوع و حاصل صحبت‌های آنها را مومن احمدی در این گزارشش خلاصه کرده است. مشکل آب و برق، رشد اقتصاد و سودا و راه‌های پیشگیری از خطرهای امنیتی از صحبت‌های اصلی سران 5 کشور آسیای مرکزی در دوشنبه بود. روزهای 14-15 سپتامبر رهبران اول منطقه در دوشنبه گفتگو داشتند. امامعلی رحمان از تهدید گروه‌های تروریستی به منطقه از خاک افغانستان گفت.
رهبران قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان از مشکلی‌های منطقه گفتند و با طرز خود راه‌های حل پیشنهاد نمودند. سازمان‌های حقوقی بشر 5 کشور آسیای مرکزی را به نقض گسترده حقوق انسان عیبدار می‌کنند. در این نشست هیچ حرفی از رعایت حقوق انسان صدا نداد. برخی این نشست را تلاش برای تشکیل یک اتحاد منطقه‌ای دانستند، ولی برخی نظری برعکس دارند. از این نشست یک بار دیگر نشون داد که حالا گفتن درباره تشکیلیابی یک نهاد منطقوی بر وقت است، چون که همه رهبران کشورها در گفتار و فعالیتشان خیلی احتیاطکارانه رفتار میکنند. اما از طرف دیگر ما شاهد خیلی از تشبس‌های شدیم که در صورت عملی شوی آنها شاید روندهای هماهنگسازی سیاسی در منطقه در آینده نزدیک وسعت یابند. برای مثال تشبس تاجیکستان اوید تأسیس مرکز شورای هماهنگسازی ملی. کارشناسان میگویند در این نشست بیشتر رهبران آسیای مرکزی خود را تبلیغ میکردند. و بجز همین ترغیبات داخل کشور از این نشست ها به ملت ها به مردم های این کشورها کمترین فایده نمیرسد. تدبیرهای آبادانی که امروز در شهر دوشنبه از جانب مسئولین برخی بر این نظرند که کشورهای آسیای مرکزی از نگاه سیاسی و اقتصادی وابسته چین و روسیه اند و مستقلانه تصمیم گرفتن آنها سخت است. گسترش اتوریتاریسم در این منطقه می افزاید و تصمیم گیری هایی که در دوشنبه امروز می شود این هم برمیگردد به چین که آخرین نقطه را چین چی می خواهد تصمیم بگیرد. نشر یک اظهارات و 2 سازشنامه و 2 سند دیگر حاصل گفتگوی رهبران آسیای مرکزی بوده است، ولی معلوم نیست در موضع‌گیری آنها در مسائل داخلی و منطقه‌ای و بین المللی تا کجا تأثیر خواهد داشت. رو میاریم به موضوعهای دیگر. منصبداران توجیک میگویند بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان قاچاق مواد مخدر از این کشور به تاجیکستان بیشتر شده است. حاکمان نوی کابل برعکس ادعا دارند که کشت و تولید مواد مخدر را در 2 سال اخیر کم کردند. قاچاقبران چگونه کوکنار و حشیش و هروئین را از افغانستان به تاجیکستان میرسانند و نگرانی مقامات از چیست؟ در گزارشی محمود جان رحمتزاده میبینه. دریای پنج تاجیکستان را از افغانستان جدا می کند، اما یک راه قاچاق مواد مخدر از کشور همسایه می ماند، چیزی که طی ماه‌های اخیر مایه نگرانی منصبداران تاجیک شده است. در مدت 6 ماه 2 تا خانشکنی شدگی، یعنی که عبور مرز شدگی است، یک شهروند جمهوری افغانستان به ضرر گرداندن 120 کیلو بگیم همون مواد قطعی در 2 تاش، یکش 190 کیلو یکش 30 کیلو 2 تا بگیم مرشکنی شدگی 120 کیلو مواد شکل. شب 12 سپتامبر مورد نوی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان ثبت شده است. مرزبان‌های تاجیک گفتند قاچاقبران اطاعت نکردند و درگیری صورت گرفت. با فرضیه رسمی حشیش‌های آورده قاچاقبران مصادره شد، ولی خودشان به سمت افغانستان گریختند. طرف تاجیکستان میگوید انتقال مواد مخدر از افغانستان بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان افزود. این نکته در نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی روز 14 سپتامبر در دوشنبه هم صدا داد. رقم‌ها دلیل روشن این گفته‌ها می‌باشند. مقامات با صلاحیت کشور ما تنها سال گذشته در مرز با افغانستان حدود 5 تن مواد مخدر را مصادره نمودند. این نشان دهنده نسبت به سال 2021 22% زیاد است. نمایندگان طالبان که بیش از 2 سال باز قدرت را در افغانستان به دست دارند، برعکس از کم شدن کشت و قاچاق مواد مخدر صحبت می‌کنند، چیزی که جامعه جهانی کمتر باور دارد. تاجیکستان با افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است، زیاده از 1300 کیلومتر مرز دارد و تیراندازی با قاچاقبران در سرحد هر سال تکرار می شود. در گذشته در چنین درگیری ها از 2 طرف چندین نفر کشته شده اند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، مرز تاجیکستان افغانستان.
روز 14 سپتامبر درست در روزی که سران کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه راههای توسعه همکاری‌ها را بررسی نمودند، در شهر کراسنogorsk ولایت مسکو مهاجران از 3 کشور همسایه قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان با هم دست به گریبان شدند. تلگرام کانال ماش با نشر ویدیو از محل زن و زنی می‌نویسد سبب جنگ و دعوای مهاجران بحث درباره مرزهای پیچیده 3 کشور بوده است. در این جنجال 22 نفر شرکت داشتند که از میان آنها 13 زاده ازبکستان، 5 نفر از قرغیزستان و 4 کسی دیگر مهاجر تاجیک بودند. زن و زنی در یکی از ایستگاه‌های ماشین‌ها به عمل آمده ساکنان محلی پلیس را دعوت کردند. نسبت این حادثه پرونده جنایتی باز شده 16 نفر از شرکت‌داران جنجال بازداشت گردیدند. این بار اول نیست که میان زادگان آسیای مرکزی در روسیه زن و زنی رخ می‌دهد. سال 2021 وزارت کارهای داخلی این کشور اعلام نمود که برای اشتراک در زن و زنی‌ها مهاجران از قلمرو این کشور خارج کرده می‌شوند. از مناقشه مرگبار در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان که از دو طرف 10 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت 1 سال گذشت. در این مدت در زندگی مردم و تعیین خط مرز چه تغییرات پیش آمد، رادیوی آزادی داستان ویدیویی آماده کرده است و حالا پاره از آن را فرزان محمدی تقدیم شما میکند. سرحد تاجیکستان و قرغیزستان 1 سال پیش در همین شب و روز آرام نبود. از 14 تا 17 سپتامبر سال 2022 تقریبا در همه منطقه های سرحدی دو کشور مناقشه سر زد و از دو طرف صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بخش تاجیکی رادیو آزادی نام 84 کشته شده را گرد آورد. عالمجان عباسوف ساکن دهه سامانیان در شهر اسفره یکی از آنهاست. تنها موندم، فرزندای من بی پدر شده، سرسام شده، امده اینجا زندگی کنی و تنها میترسم. بخش قرغیزی رادیو آزادی با تکیه به اطلاع مقامات تندرستی قرغیزستان تعداد کشته شده ها را در آن کشور 63 کس و زخمیان را زیاده از 200 نفر اعلام کرد. تعدادی هم در تاجیکستان و قرغیزستان بی خانه و در شدند. هر دو طرف یکدیگر را در این کار گناهکار میکنند. تیرباران کردن گفتن 2 بچه ما گریزاندم زنکامون. زنکای هم گرفته برامسگنده و انمون تپه بزد. درام 19 تیر زدن. ماشین ما قریب اقلا 8 تا 10 تا تیر زد. 50 متر نرفته اوجه ماشین کفید. سیگنالش برام اومد. من کامباینم بود. خیلی روزگار خانه تمام چیزی چوری زندگی بود. خلدینه که گرفتن 2 ولسیده گرفته برفتگی 1 تلویزور گرفتگی. خانه اینش 2 اتاژه بود. تگان 3 تا بلند 2 تا. 5 در خانه بود. اینش اکن نه وکن ساخته بودم. اینش بیام در گرفت ساز نمیشه من خودم کشتم آب زده. حالا سرحد تاجیکستان و قرغیزستان آرام است اما بسته است و امکان عبور و مرور نیست. هیئت‌های دو طرف ماه‌ها باز گاه در دوشنبه و گاه در بیشکک جمع آمده تعیین سرحد را بحث می‌کنند. از تقریباً 1000 کیلومتر خط مرز بیش از 300 کیلومتر آن معین نشده است. بحث هم بر سر آب و چراگاه و زمین‌هایی است که دو طرف خود را صاحب آن می‌پندارند. الهی خداوند دیگر نخواهد که همه وصل باشد که دیگر نسوزد و ما همه خیلی به خانه سوخته نباشد که همه جان زندگانی کنیم. ساکنان دهه‌های نزد مرزی در تاجیکستان میگویند تا زمان پره تعیین و نشانه‌گذاری شدن خط سرحد آرامش ندارند. میترسند که به مثل ماه سپتامبر سال گذشته از نزدیکان و خانه و در خود محروم نشوند. عین همین امید و نگرانی را در آن طرف سرحد هم دارند. ولی سازش رسمی مقامات تاجیکستان و قرغیزستان کی و چگونه به دست خواهد آمد هنوز معلوم نیست. فرزان محمدی، رادیو آزادی از منطقه های نزد مرزی تاجیکستان و قرغیزستان. دوستان مهربان، به همین زودی ها این گزارش در شکل کامل در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی جای داده می شود. شما را به تماشای آن دعوت می کنیم. بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را با همین مطلب خلاصه میکنیم. منت داریم از یکایک شما که تا این دقیقه ما را تماشا کردید. خبرهای از این بیشتر را چون همیشه شما میتوانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادنکلاسنیکی پیدا کنید. در 2 روز آینده به شما عزیزان استراحت خوب میخواهیم. خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید.